انگلیسی ها سابقه 100 ساله خیانت به ایران اسلامی رو دارند. آنچه توانستند علیه این مردم انجام دادند. این انگلیس نیاز به گوشمالی داشت. مصوبه مجلس از اون گوشمالی های جانانه بود. این انگلیسی ها سابقه 100 ساله حمایت از روحانیت هم دارن. حالا ما یه غلطی کردیم، گفتیم این انگلیس نیاز به گوشمالی دارد. متاسفانه از عرض بنده تعبیر غلطی شد. ما سالهای سال با همین آیت الله جک استرا روابط گوشمالی داشتیم، روابط مالی داشتیم، مناسبات استعمالی داشتیم، مشت و مالی داشتیم، ولی هیچ وقت به اینجا نکشید. اگر برادران گوشماغمون در مجلس میدونستن که مصوبه گوشمالی یه چنین گوشکوبیده رو دست نظام میذاره، به روح پرفتوح امام میخندیدن که چنین غلطی بکنند. به کشورهای اروپایی هم اینو میگم بشنوند. اگر یه جو عقل داشته باشید طناب خودتون را گره نمیدید به طناب پوسیده انگلیسی ها. خودشون را گره ندن، سنجاق نزنن به انگلیس، و الا نفرتی که مردم ما از انگلیس دارن سرریز به سر اونها هم خواهد شد. ما این بحث طناب و گره رو کردیم که اروپایی ها طنابشون رو گره نزنن به انگلیس، بدتر گره اونها کور شد، گره ما از دنیا وا شد. حالا ما یه لنگ و یه پا وسط آسمان، اونا هم همینجوری هی گره بزن گره بزن. بحث سنجاق هم برای این بود که ما سر سنجاق مقام عظما یک متاعی بذاریم. متاع که افتاد تو آتیش به جهنم، سنجاقه مونده که اونم بیرحمانه اون وسط هی میکند تکبیر. این انگلیس با این خیانت ها استحقاق این را داره که بعد از مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس هم گفته بشه. من نفهمیدم کدوم آدم احمق لوبلوبلی اولاق اخی این شعار مرگ بر انگلیس رو تو دهن شماها انداخت که ما مجبوریم امروز برای عادی سازی روابط از طرف همه تایر به سرها، تموم کره خرها، همه چراغ خطرها، حالا ما در به درها میگیم کامرون جون فادرت، تو رو چادر مادرت، تو رو آرسن ونگلت، یا به کام خوشگلت. کام بک، کام بک، کام بک، حالا کام بک، کام بک.